2 سال پیش وقتی برای اولین بار وارد سایت عباس منش شدم، نمیدانستم که این لحظه آغاز چه تغییر بزرگی در زندگی من خواهد بود. آن روزها درونم پر از آشفتگی بود. از لحاظ روابط در بدترین وضعیت ممکن قرار داشتم. خودم را دوست نداشتم و حتی نمیدانستم که باید خودم را هم دوست داشته باشم. از کودکی با ما یاد داده بودند که دیگران را باید دوست داشته باشیم، اما هیچ کس نگفته بود که خود ما هم مهم هستیم. با آموزه‌های استاد عباس منش کم کم دریافتم که باید عشق را از درون خودم آغاز کنم. ابتدا سخت بود، تغییر همیشه سخت است، اما من مصمم بودم. هر روز تمرین می‌کردم، باورهایم را اصلاح می‌کردم و آرام آرام تحولی درونم شکل گرفت. حالا نه فقط دیگران بلکه خودم، تمام کیهان و جهان هستی را هم دوست دارم. از روزی که این تغییر در من اتفاق افتاد، جهان هر روز به من ثابت کرد که چقدر ارزشمند و دوست داشتنی هستم. شب‌ها دیگر با استرس نمی‌خوابم. قبلا بارها از خواب میپریدم، ذهنم پر از نگرانی بود، اما حالا همان لحظه‌ای که سرم را روی بالشت میگذارم، در عرض چند ثانیه به خواب عمیقی فرو میروم و صبحها با انرژی و لبخند از خواب بیدار میشوم. از نظر سلامتی معجزه‌ای در زندگی من رخ داد که در 2 سال گذشته حتی یک قرص هم نخوردم، در حالی که قبلا روزی نبود که قرص مصرف نکنم. زندگی را سخت میدیدم، اما حالا فهمیدم که چقدر آسان و لذت بخش است. رابطه‌ام با خدا دیگرگون شد. دیگر احساس نمی کنم که تنها هستم. دیگر نمی ترسم. انگار همیشه خدا کنارم هست. اما این من بودم که او را نمی دیدم. وقتی همه چیز را به خدا سپردم، آرامشی را تجربه کردم که هیچ وقت در زندگیم نداشتم. اطرافیانم تعجب می کنند و می پرسند چرا اینقدر بیخیال هستی؟ چرا نگران هیچ چیزی نیستی؟ اما واقعیت این بود که من نه تنها آموزش ها را شنیدم، بلکه با آنها عمل هم کردم. دیدم که چطور خدا همه چیز را برایم رقم می زند. از لحاظ مالی زندگیم یک تغییر اساسی کرد. قبلا درآمدم ماهی 4 تا 8 میلیون تومان بود. آن هم بعضی ماه‌ها. همیشه اوایل ماه خوشحال بودم، اما از نیمه ماه که میگذشت اضطراب مرا فرا میگرفت. صبح تا شب در تعویض روغنی برادرم کار میکردم، بعدش هم تا نیمه شب مسافرکشی میکردم. اما وقتی روی خودم کار کردم، فهمیدم که باید مسیرم را تغییر بدهم. تصمیم گرفتم فقط روی تعویض روغنی تمرکز کنم و مسافرکشی را کنار بگذارم. نتیجه باور نکردنی بود. درآمدم شروع به افزایش کرد، در حالی که کارم کمتر شده بود. تمرکزم روی یک کار باعث شد که انرژی و توجه بیشتری روی آن بگذارم و بهره‌وریم را بالا ببرم. به جای اینکه زمانم را در چندین مسیر تقسیم کنم، تمام تمرکزم را روی یک مسیر گذاشتم و نتیجه فوق‌العاده‌ای گرفتم. بعد از 1 سال درآمدم 4 برابر شد. هزینه‌های ناگهانی که همیشه پیش می‌آمدند کم کم ناپدید شدند. توانستم که پس‌انداز کنم و سرمایه‌ای برای کسب و کار خودم جمع کنم. حالا 19 روز است که مغازه کبابی خودم را افتتاح کردم. از روز اول درآمد عالی داشتم و هر روز بیشتر می شود. فقط در همین 20 روز بیشتر از درآمد کل ماه‌های قبلیم درآمد کسب کردم. مغازه‌ای که سالها مشاور املاک بود و کسی فکر نمی‌کرد در آن کسب و کاری رونق بگیرد، حالا به یکی از موفق‌ترین کبابی‌های منطقه تبدیل شده است. زیرا من تغییر کردم و شرایط من هم تغییر کرد. اما یکی از بزرگترین تغییراتی که تجربه کردم ترک سیگار بعد از 12 سال بود. باورم نمیشد که بتوانم سیگار را ترک کنم. اما وقتی آموزش‌ها را یاد گرفتم و تصمیم گرفتم که دیگر نمیخواهم چیزی مرا از خودم دور کند، ترک سیگار برایم راحت‌ترین کار دنیا شد. حالا نزدیک به 2 سال است که حتی یک بار هم لب به سیگار نزدم و هرگز هم نخواهم زد. این مسیر آسان نبود، اما ارزشش را داشت. من فهمیدم که قدرت تغییر در دستان خود ما هست. وقتی باورهایم را تغییر دادم، دنیایم هم تغییر کرد. حالا نه تنها زندگی بهتری دارم، بلکه هر روز به آینده‌ای روشن‌تر فکر می‌کنم. می‌دانم که این تازه آغاز راه است.